سلام و درود به پایان دوستان عزیز. شب بخیر. خداوند نگهبانتون باشه. رحمت برای همه دستگیریتون، برای حرمت و عزتون. دوستان مهربان، ما چی گفتنی هستیم در بیگاه سفر داریم انشاءالله. دوستان از هر یک قدم شما خواهش میکنم به خاطر خدا، به خاطر همین روز، به خاطر روزی که پروردگار هر یک قدم ما را امکانیت داد تا نفس بکشیم، نفس کشیده ایستاده ایم انشاءالله در حق برادر ما، در حق اکا عوض جان که امروز به تاجیکستان رویش کردیم. خداوند رحمت مغفرتش کنه، در حقش دعاگو باشه. خداوند قوش پرنور روحش شاد گردانه. برادر عزیز ببینه که همین برادرم امی داشت، ای پیش نقشه داشت، پلان داشت که من چیکار میکنم، خیلی میسازم نقشه های بسیار داشت. یک از بهترین های دوستی ما بود که ما طولی الحمدلله 2.5 سال همدیگه را میشناختیم. قضای الهی خداوند جان شگرفت. امروز با وطن رویش کردیم. خداوند با اهل بیتش صبر جمیل بتیه. خداوند با عائله‌اش و فرزنداش صبر بتیه. ببینه که حیات کرای هیچی نداشته، ببینه که هیچ چیز کرا نداره این دنیا. میگم ما هیچ، زمانه هیچ، دنیا هم هیچ. هیچ زی بحر هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که زیادمی چی میماند بس، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. من چی گفتنیم؟ یا به قدر همدیگر در زندگی ما برسیم. امروز در کروگی هم برادر، در بگیم اطرافی هم برادر، در اطرافی هم گروب و بگیم تابوتی هم برادر، چقدر شخصای با عشق ریزان و دل سوزان جمع شده بود که کاش همه در زنده بودنش یک بار زنگ میزدن. برادر مهربان در کجایی؟ برادر مهربان چی حال داری؟ از احوالش میپرسیدم. همچنانی که حال شما ما را دیده سوده و من شما را دیده سودم، حاضر همدیگر همگه پاک گفته میتونیم. حاضر همدیگر عمکامونا، تقوامونا، پدر و مادر ما زنگ زده همگه پا را گفته میتونیم که من شما را دوست میدارم، به خاطر خدا ما را ببخشه، ای احوالشون بپرسی. متاسفانه برادران رو نمیشناسم که هم صنفش، هم کورسش، دوستش، رفیقش، هم خدمتش نانی خورده نداره. در برادر لوبلینا خفه نشه. در لوبلینا و در صدوات میبینی در کافه ها لنگ مرغ، یا که در آشخونه پیش که اوقات پارس یکن 2000 بالای خدوانه خبیسیت بودیه زده ساده میدونم. در قشلاق هم صنفش، جورش، هم کورسش نانی خورده نداره فرزندش. با هم خاطر در حالت زنده ایم، از احوال همدیگر پرسان شیم تا در ما را نکوبن. هم سیم جوره، هم خدمت، هم کسب، هم کار که من به نسوم نیاز دارم. مقصد ما از احوالش خبرداری هستم، درازش نمیکنیم. از شما خواهش میکنم، من ملا نیستم والله، من یک دوست شما، برادر شما، یک برادر خطاکار شما، برادری که پر از گناهم. با شما خواهش میکنم که از تجربه روزگار دیده شدم که باید همدیگر را ببینیم، ببخشیم، از احوال همدیگر بپرسیم تا روزی که خدا نکنه سحر بخیزه بگم بابا جان از دنیا گذشته، یا در اواریه یا دلش کپیده، باز تلفن کنه همدردی وای بگو کاش من از زندگیش بر زنگ میزدم، یا که دلش خفه کرده بودم، یا که منم همچنین نبرو. با هم خود دوستان مهربان در حق همدیگر دعاگو باشه، دستگیری همدیگر باشه. خداوند حفظتان کنه، خداوند صبر تیه. دوستان مهربان، این دوستی ما 100,000 یا 100,000 پادپیسچیک داشت در اینستاگرام. یگان تا همه از من سرکرگی تا شما یک میبینی، کدوم یک میشناختش، یگان تا شما خطیش با قبر خطیم پادپیسچیک، خطیم اون کانالش نرفتی. فقط چیکار کرد؟
عمل نیک، عمل صالح، خیرای کردگیش رفت همراهش و قبر تمام. با هم خودیر بابو یک لایک، بابو یک подписчик، بابو یک بگیم پرسموتر همدیگر نرنجانیم، کار کنیم که از همدیگر راضی باشیم. هیچ سوی که گفته سادم از خودنمایی نیست، والله قسم از سوزشی که برای برادرم ساختم امروز از دین تا امروز الحمدلله که به سری بلند روانش کردیم. اما به سری بلند روان کردن در درنی گرابی تازه و خشرو یا تابوتی خشرو روان کردن این معنی نداره که او برادر اگر که عملی نیک نداشته باشه این تابوتش، این پادپیسچیکاش، این خشرو کردن، دوخی زدن، روان کردنیاش و در قیامت کمک میکنه. فقط چی میره عملی نیک، یا همدیگر بخش باشیم، یا دوست باشیم، یا در حالت چی بگم فقط زنده ایم از احوال همدیگر با خبر شیم، بپرسیم ما مسلمان هستیم. برادران دین ما حج قبول کردیم الحمدلله، حج عمره روان کرده بودیم. میگه که نه حیات پر از خطا است، خود ما پر از خطاییم، پر از گناهیم، در همه کار مینوس پیلوس هست. برادرایی که دین آمده باشن، دین آمده بودن، از هر یک کدام شما بخش میپرسم. اگر یگان خطاگیه که ای برادران من بخشش میپرسم، اگر که کم بوده از جانب شرکتی ما گذشته باشه، پستی برنده گذشته باشه، بخشش میپرسم. در این کار از جانب منم، از جانب کلانترام هم، از جانب والدام خطاگی میشوه. بعضی محل برادرها میگه که بالا اکران یک گپ میزنی پس اکران دیگر هستی، بعضی مینوس پیلوس میشوه. از هر یک کدوم تو باز هم بخشش میپرسم. ما الحمدلله نو تخصیصیم، طول 6 ماه شد. کمبودیو در همه که شرکت ها بسیار هستن، من کار ندارم اما حرکت میکنیم که اصلاح کنیم. دوستان عزیز، این همی 10 نفر دیگه در کار اخیر ماه روان میکنیم. کدمیت که امکان شرایط داره مرحمت دوستان زنگ زنه به خانه خدا، مثال بگیم انشاءالله حرکت میکنیم که به سری بلند شما را خدمت رسانی کرده جوابتون تیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. در حق برادر در کدام از خواهش میکنم کدمیت امکان داری بخونه و در حقش دعا که خدا نگهدار تو. السلام علیکم. سلام علیکم برادرای عزیز، مخلصای مهربان. برای برادرها میخوانیم: این جهان وفا ندارد، زندگی بقا ندارد، تو مجو دوای مرگت که اجل دوا ندارد. چندین شه نازنین ببین با دل پاک، در عشق زن و مال جهان گشته هلاک. چشم و شکمی هیچ یکی سیر نشد، تا بر دهن او نزدی چیم ز خاک. این جهان وفا ندارد، زندگی بقا ندارد، تو مجو دوای مرگت که اجل دوا ندارد. در عالم بی وفا چی غمناک شویم، با وسوسه شیطان چی ناپاک شویم. گه قهر و غضب داریم و گه کین و حسد، در عاقبت کار همه خاک شویم. این جهان وفا ندارد، زندگی بقا ندارد، تو مجو دوای مرگت که اجل دوا ندارد. از مال جهان پاره نان باشد و بس، شادی و نشاط خاندان باشد و بس. بر آن که سفر به سوی عقبی دارد، یک پارهکی سفید سان باشد و بس. این جهان وفا ندارد، زندگی بقا ندارد، تو مجو دوای مرگت که اجل دوا ندارد، که اجل دوا ندارد، که اجل دوا ندارد. تشکر زیاد برادر عزیز.